در کتاب بخاری مسلم حدیث متفق علیه است. پیامبر نازنین علیه الصلاة و ارشاد فرموده که آفتاب و مهتاب که گرفته می شود، ماه که گرفته می شود، به حیات کسی و وفات کسی ارتباط نداره. با این معنی نیست کسی وفات می کند مرگ او تاثیر می کنه، آفتاب و مهتاب گرفته می شود این سبب می شود یا حیات کسی، بلکه گرفتن آفتاب و مهتاب دو نشانه از نشانه های پروردگار است. الله متعال به خاطر خوف بندگانش، به خاطر تنبیه کردن بندگانش، ترسانیدن بندگانش و متوجه گردانیدن بندگانش به عبادات، به تضرع و بندگی و عاجزی و اظهار بندگی، الله متعال آفتاب را، مهتاب را بر امت اسلامی شبهای روشن، روزهای روشن تاریک میگرداند تا امت اسلامی متوجه شوند. بنابراین در وقت ماه گرفتگی مسئولیت یک امت اسلامی نماز خواندن، دعا کردن، استغفار کردن است. 2 رکعت نماز به هیئت جماعت یا به تنها گذاری نماز خوانده شود. از آغازی که مهتاب گرفته می شود، ماه گرفته می شود، از آغازی که ماه گرفته می شود تا ختم ما را، تا ای که دوباره روشن می شود، باید نماز خوانده شود. در جماعت میشه یا کسایی که به تنهایی میخوانند، طریقه سنت به جماعت به تنهایی هم خوانده میشه، مشکل نداره. دعا کرده شود، استغفار کرده شود، صدقات داده شود. حتی در بخاری حدیث پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم به گونه نماز را از یک طرف هوا بسیار گرم است، سرزمین مدینه است، هوا بسیار زیاد گرم است، به اندازه نماز را طولانی میکنه. اسماء رضی الله تعالی عنها مبارکه به نماز استاد است. از یک طرف گرمی و از یک طرف پیامبر نماز را چنان طولانی میکند که مبارک توان استاد شدن را پیدا نمیکنه، نشست میکند و آثار ضعف به پیش میشه. سرانجام بالای سر مبارک آب میاندازه که دوباره اما ضعف بدنیش گم میشه. بنان امت اسلامی مسئولیت های شهریشان ادا بنمایند. واقعا جای ترس است، جای هراس است، جایی است که انسان باید تضرع کنند به طرف الله، رجوع به الله بنمایند، بندگی کنند و از خود بندگی و عاجزی نشان بدهند. درود زیاد خوانده شود، استغفار کرده شود، استغفر الله گفته شود، درود ابراهیمی را خوانده شود. باقی تایی که الله متعال بار دیگر آسمان و زمین را الله متعال درخشان بگرداند و آثار خوف خود را، نشانه های خوف خود را الله متعال رب العالمین برطرف بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.